بلوگر توجیک مظفر بوبورامتوف معروف با تخلص برادات جی روز هفتم ینوار سال 2023 با نشر یک ویدیو محیدین کبیری رهبر حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به بحث روبرو دعوت کرد. برادات جی در کانالش در یوتیوب که قریب 300,000 ابونچی دارد گفت این بحث بدون دشنام و تحقیر و فقط با دلیل ها باید صورت بگیرد. او اظهار داشت که در جریان بحث با کبیری اثبات خواهد کرد که آدمان حزب نهضت اسلامی قصد کشتن او را داشتند و حالا درباره‌اش هر گونه دروغ و تهمت پهن کرده ایستادند. برادات جی گفت اگر او در این بحث ناحق برآید در پیش کبیری عذر خواهد پرسید، ولی اگر حق برآید کبیری باید در نزد او و مردم برای رفتار آدمانش عذر بپرسد. محیدین کبیری هنوز به این دعوت برادات جی پاسخ نداده است. این قضیه به یک ماجرای ماه فوریه سال 2021 برمیگردد. برادات جی اون وقت در آلمان کار و زندگی میکرد. روز 12 فوریه سال 2021 در پی یک سفرش به تاجیکستان در کانالش ویدیویی را نشر کرده در آن از پیشرفت‌های دوشنبه در دوره شهرداری رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان توصیف کرد و از جمله گفت دوشنبه چنون دیگر و مثل دوباره شده است که من حتی نشناختمش. سلیمان ارزویف برادات جی را برای این ستایش‌هایش دروغ نامید و گفت او مشکلات چون قشاقی مردم و پایمال شدن حقوق انسان را در تاجیکستان نادیده گرفته از پیشرفت‌های نبوده ستایش میکند. برادات جی از این به خشم آمده در کانالش سلیمان ارزویف را با لفظ زشت دشنام داد و شب 7 فوریه سال 2021 سلیمان ارزویف همراه با عبدالرحمن نولنو و 3 جوان تاجیک دیگر برای رزبار با برادات جی به محل زشت او شهر زوست آمدند. رزبار ساعت 1 شب 7 فوریه در نزد بنای بانک امانتگذاری در شهر زوست صورت گرفت و در ویدیوهای نشر شده دیده میشد که بچه‌های تاجیک با یکدیگر زن و زنی میکنند و صدای تیر هم شنیده می شود. پلیس آلمان بعدا شهر داد که در جریان مناقشه کسی از اشتراک کنندگان از تفنگچه گازی استفاده برده است. دادگاه افضای زوست در غرب آلمان روز 15 دکامبر سال 2022 حکم 4 تاجیک را که به زن و زنی با بلوگر تاجیک آن زمان مقیم آلمان مظفر بوبورامتوف معروف با تخلص برادات جی عیبدار می شدند اعلام کردند. دادگاه این 4 نفر را در اوباشی در رسانیدن آسیب سبک به سلامتی گناهکار شناخته آنها را در عموم به مبلغ بیش از 10,000 یورو جریمه بسته است. همچنین 2 نفر شرطاً به 1 سال و 8 ماه و 1 سال و 3 ماه زندان و همزمان به 200 ساعت کاری جمعیتی محکوم شدند. ولی دادگاه زوست 2 بلوگر منتقد تاجیک مقیم آلمان سلیمان ارزویف و شیرزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن نولنو را تنها جریمه بسته است. هر 2 بلوگر شب 15 و 16 دکامبر بعد اعلان حکمشان در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفتند که دادگاه در حال آنها را تنها جریمه بست که دادستان از دادگاه برای سلیمان ارزویف همچون جزا 1 سال و 2 ماه زندان و برای عبدالرحمن نولنو 1 سال زندان طلب کرده بود. آنها از رسانه‌ای کردن نام 2 نفر محکوم شده خودداری کردند و گفتند آن 2 نفر یگان فعالیت سیاسی یا بلوگری ندارند و آن شب 7 فوریه سال 2021 تنها به خاطر همراهی و نمایش جوانمردی همراه آنها به خانه برادات جی به شهر زوست رفته بودند. سلیمان ارزویف و عبدالرحمن نولنو خبر دادند که طرف دیگر بحث برادر تیجی که علاقه آلمان را ترک گفت به تاجیکستان برگشته است. در مرافعه اشتراک نداشت. دادرس در جریان مرافعه اطلاع داد که با وجود کوشش‌های سفارت آلمان در تاجیکستان برای دعوت مظفر بوبورامتوف یعنی برادات جی به مرافعه پرونده زن و زنی با او یگان بار به سفارت تماس نگرفته است و عزم برای سفر به آلمان نشان نداده است، نقل کرد عبدالرحمن نولنو در صحبت با بامداد.